یک وقت من بیمار شدم و در خانه خواب بودم. بعد تشریف برادر اومد، باید که معرکه میرفتیم، طرف ختلان باشد کجا باشد، دعوتی بودیم و بعد تشریف اومد که من کسل خواب. گفتم تشریف جان تا ماشین اومدن یک پیاله چای دم کن من با. پیاله چای بکو. دانشجو بودیم ده. چه گفتم؟ یک پیاله چای بکو که مزه هم نیست گریپم. گفتم از یک دقیقه گفت تیز گفتم مالی بعد دیدم رفتم. عزیزتر دانشجو بودیم. حاضر باید شرایط هم خوبه. من هم دوره دانشجو بودم. گشنه بود. گشنه مایلش چای نبود. بانکه نبود. بانکه با میجوشاندیم در همون چای قاق میاندو اگر میشد میانداختیم مینوشیدیم یعنی چای میخوردیم بعد درس به میرفتیم. و خلاص چای نبود. با یکی اومد که حقیقتا مزه نیست. گفتم تشی جان تو ماشین اومدن یا چای دم کن کمک مزه نیست. بعد استاد 6 سکند چای میکنیم. بعد رفتم بانکه سلیتر را در آوملم یک کپتیلی که نمی قدر روز بود. باز سر شکسته در سر دو تصمیم قد کشالات موندم. زدمش دمی یک سکند جوش آوردش. یک تز جوش میاد. جوش آورد بعد جوشی که مقابل بانکه چخیله بعد یا پلاتیسر پارتون پلاتیسر مای داغ. تازه بود. که پارتفتم بعد گرفتم آوردم. گفتم من که پیالش نمیریزم. خوب دم پیشی یک تا میز بدی خیلی. بعد یک پیاله بود. بعد من وقتی نمیریزم گفتم مال وقتی ریختن دکی همین چلیکم. های پلاتیسر حس نداد دباری همین شیشه همون چی رسید. آگو تو سوختم. همین چپش کن باپس خواب بودن تره. همین جوره چپش کن. همین داشت ریخت. سینیوسو. حالا که جوره یک نمو سپورت اکو ماترالای خیلی درم میگوی تمشه دیده سپورت ها. اولا نمیدونم نامی همون سپورت چیه. وقتی که هم خیلی یک آواز برومته. همین خیلی جوره آدم کسال. میدم جورای خونم اما نمیدونم بچه بخوام خمدش نمیشه دیگه. بچه بخوام یک دوروش بکنم اما بچه بمیگو اکه بخجو وی باید دو کپیدم بچه گفت اکه تو چکو که وقت یک کم خیسته اما اکشتیمه کارچونا پوز که موندم بگی با کارچکنی نبودوخی همشه 3 کارچکه بردم خی موندم بیشتر بعد به ترسید بعدم تا اونجا هشش رفت. همین واقعه بود. سلام علیکم.